من زنی هستم که با مرد ازدواج کردم که با من مهربان است، که نه نماز میخواند و نه روزه میگیرد. 4 طفل دارم، شما بگویید که من چی کنم؟ خواهر گرامی، اگر در کل عمر نماز نخوانده نکاح شما صحیح نیست، نکاح شما باطل است، به خاطر که کسی در کل عمر نماز نخوانده باشه و کافر است بنابر فتوای قوی علما. و خصوصا که روزه هم نمیگیره، حساب تقتش تصفیه بکن. اگر مسلمانی واقعی است که نماز بخونه روزه بگی قطش باش، اگر نباشه قطش قطع تعلقه بکن، نکاحت از بین رفته. غم طفلا را نکن، غم طفل الله میخوره، غم خود بخور که در جهنم نروی.